رفتیم سخاری کیلویی اهواز، امانیه خیابان پودات، نبش منصفی. اینم از تنوعش. اسمش چیه؟ مستر کیلویی. مستر کا یا مستر کیلویی. ازش پرسیدم چقدر طول میکشه آماده بشه، گفت 1 دقیقه، چون همه چیزش آماده بود. از این سوسیس سخاریا گرفتم با فیده سخاری 200 گرم با سیب زمینی. سساشو ببینیم چیه. سالاد کلمه با سس سیر. تست میکنیم. شاید شما ندیدن اما چون خیلی ولی خب خودمونم نمیدونیم چه. اینم خوشمزه است. نبی شوخی بکنم انتظار نداشتیم که کیلویی ها. البته فکر میکنم هر کیلویی ممکنه خوشمزه نباشه. من واقعا عاشق سس سیرم، یعنی واقعا سس سیرش خیلی خوبه. هاشن طعم سیر فقط سخاریش یکم خشکه ولی به نظرم تازه بود. به نظرم تازگیش هم خوبه، مشخصه که مزه روغن نمیداد، روزانه درست میکنه. مزه روغن سوخته نمیداد. من فکر نکنم بی‌مزه بود یا نه، به نظرم اوکیه. اول اینکه مرغش مزه داره و that's the point واقعا. سس سیر خوبی داره. سسش دقیقاً سیر خوبی داره، یعنی تندی سیر حس میشه توش. به نظرم خوشمزه است. و آدم قشنگ میاد نون سیر میندازه. حقیقت سیب زمینیش اگه خوب باشه واقعا یه دونه سس قارچ هم داره. سب کنید سیب زمینیش هم خدایی قابل قبوله، رو به بالاه. نمکش یکم زیاده. نه مناسبه. سس قارچش خوبه. خیلی گربه ماما مشخص نمیشه میشه. برشان غذای خوبه سمت غذا. سسش هم خوب بود. سس قارچش نظرت؟ سس سیره رو بیشتر است. آره سس سیرش چون طعم سیرش خیلی زیاده. من تا بخوام به اینا عادت کنم میمیرم. خب سالاد کلم. سالاد کلم never can go bad. It's always good. خب دیگه فعلا خداحافظ. من خیلی معذبم جلو اینا دارم نگاه میکنم. یه دقیقه من یه پیامی بدم به کافه ها و رستوران این که لطفاً واقعاً دستمال بذارید. همین دستمال. اینم شکل پکشون بود که به نظرم خیلی خلاقانه بود.